فکر کره شخصی هر رسونه و دولت دموکراتی داریم باید آزاد باشد کی چه خیر رفتار میکنه مسئولیت عموما نه بلکه در تاجیکستان، ازبکستان، در تمام مقیاس دنیا ممکن نیست. برای اینکه چرا تلفن بچه ها خواننده هر خیل کلیپ ها دیگر هر خیل چیزا تماشا میکنند و ویران میشد. تربیت قاعده البته از همینجا پیدا میشد. من مثلا گفته ایستادن که مثلا خواننده معلم مثلا ویدیو میکند، درس‌های معلم ویدیو کرده مثلا در بین قشلاق در بین جمعیت پهم میکند. در اینجا آبروی معلم در کجا میماند؟ بعد 40 معلم مثلا تربیت میکند و تربیت کرده ایستاده خواننده و در آینده یک کادری نمایان شده به وا میرسد. هیچ وقت این ممکن نیست. من البته با این قانون زید من همچون معلم من 35 سال شده ایستاده است که تجربه معلمی دارم. این قانون ابسالون نه التماس از معارف خلقی تاجیکستان هم ازبکستان این خیلی قانون برهمتین خواننده اگر دانش طلب باشد و ابسالون نه تلفن بعضی کارهای مثلا بیرون از تعلیم و تربیت بوده و مشغول نشد. فکر ما یاردم میتید چیم ضرر داشتن یاردم فایدهش بسیارتر است. از عصر تکنولوژی گشتگی است. باید کودک‌ها همین چیزا را سرفرا بروند کار کرده توانند با تکنیکا ها با تلفن ها. از جنایت‌های کیبرنتیکی زیاد شدن. باید از کودکی همین نسل نورسته نسل جوان تربیت کردن در کار که احتیاط باشن با احتیاط باشن استفاده برده توانند استفاده درست تلفن های موبیلی را در درسان نیز به فکر شخصی من کمک میرساند نسبت به ضررش. ضرر دارد البته لیکن فایدهش بسیارتر است به فکر شخصی من. فکر من که باید طلبه به اینترنت به هیچ وقت سویز به اینترنت به هیچ کار درس میخوندن کو چی با کو نمیتونه باشد میپرسه کجا دای چی کار کرده است نباشد با خاطر میشه اگر در دست بیتی اینه بازی کنه این ضرر داره درس نمیکنه بازی میکنه عقل با فرانسه شده باشه عکس برسه از صفر 8 9 10 بالا کودک طفل ماده داره ممکن است شبکه بیزی بدن кудако безе мешан ҷазир мешан меравад. Масалан ягон ограничения монанагар чтобы кудако ягон сайтои дигар ба надароянд фақат сайтое ки масалан барои кудакон лозим аст ҳамон ба даромада тавонад дигарош ба вобаста аз возраст ягон как блокировать ягон чӣ кунад ба фикрам нахстар мешавад.